تلاش کردم، در گوگل سرچ کردم که چجور میتوانم هیچ بسیاری نرسم. بعد اومدم بیرون فیلترم روشن کردم. رفتم تو فیلتر وایسادم تا فیلتر روشن باشه و فیلتر روشن که فیلتر روشن شد. رفتم تو یوتیوب چون من خواستم تو یوتیوب ویدیو بسازم. بعد که رفتم تو یوتیوب این ویدیویی که دیدم یکی از ویدیو بازسازی ماشین بود. یکیشم بازی معرفی گزینه خوبی بودن، ماشین بازی بود. و بعدش هم رفتم تو اشتراک ها و بعد دیدم اما مایکرافت دارم. اصلا خودم ثابت نکرده بودم و دیدم از کجا آمده بود. بعد رفتم دیدم چقدر چیز خوبیه و سریع دست به کار شدم. اکانت سریع رفتم ساختم، یعنی کانالمو سریع ساختم. بعد برای یکم یوتیوب کردم